درود دوستان، قهرمانی جهان در نمود MMA در نمود اماتوری MMA در گرجستان در گروزیا به انجام رسید و در تاجیکستان در سگانگی جای دوم گرفت. اوکراین جای یکم رو گرفت، تاجیکستان جای دوم در قهرمانی جهان با MMA و ولیک بریتانیا انگلستان جای سوم. دوستان، همه کسانی که در چمپیونات جهان با MMA اشتراک داشتند اونا را تبریک میکنیم در کامنتاریا حتما، چون که این از 70 مملکت جهان در این چمپیونات جهان اشتراک داشتند و تاجیکستان یکی از بهترین ورزشکاران را در اونجا تقدیم کرد و آنها یکی از بهترین ورزشکاران دنیا را بریدند و جای اول را سزاوار شدند. این باعث افتخار است که تاجیکستان حاضر خیلی بهترین ورزشکاران MMA دارد. دوستان، تاجیکستان 5 طلا با فیلم گرفت و 5 طلا، 4 تا نقره و 6 تا برنز. برای همین دوستان تاجیکان رو در ورزشکاران تاجیک رو در کامنتاریا تبریک کنید. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار